کرکرین یه کذوات برجسته است. درباره مصنع کرکرین گفتن عظیم المنزله عند الصادق علیه السلام. عظیم المنزله، کلمه عظیم المنزله کسی که حضرت خوش حساب میکرد. قال لی ابو عبدالله یا مصنع انت من اهل العراق، تو از اهل عراق. اما تأتی قبر الحسین، باید میری زیارت قبر امام حسین؟ قلت لا انا رجل مشهور من اهل البصره، من تو بصره ناصبی ها زیادم، منم سرشناسم. به قول ما اصفهانیان قدم از قدم برمیدارم، زیر نظر ماموران دوربینا رو من زوم و زود میفهمم که من کجا رفتم کجا نرفتم. و این دنا من یتبع هواها و خلیفه، از این اونایی ها تو بصره زیادن که خب هر جا اونایی ها باشن کار مشکل. و اعداء اونا کثیر من اهل القبائل من النصاب و غیرهم، ناصری ها زیادن. ولست آمنهم ان یرفعوا علی حالی عند ملک سلیمان فیمثلون علی من، میترسن که بر من خاموش درست کنن و حسابی منو له. قال لی امام صادق نفرمودن که این ترس کودتاست نیست، همطور از کنارش رد شدن، او رو بردن توی فضای دیگه. یعنی اگر یک کسی نتونست برای امام حسین با یک بعدی از کار بکنه، مسئولیتش تمام شده نیست. امام صادق بردنش توی فضای دیگه. قال لی افما تذکر ما صنع به، آیا یاد نمی کنی از اون کارایی که با حسین کردن؟ با سنگ زدن، با چوب زدن، با نیزه زدن، با تیر زدن، قطعه کردن، صنع اسوار رو بدنش آوردن. نمیدونم عصر جمعه این چه روزیست برای من. خدا میدونه قصد نکرده بودم اینجوری صحبت کنم و اصلا صحبت کنم اینجا، اما نمیدونم چطور شد که صحبتی بشه. آیا یاد میکنی اون چرا که با امام حسین انجام شده؟ قلت تو بلا یادم میاد. قالت جزع میکنی. آقا همامشون رو برداشتن، یعنی اصل تو همه عزادار باشن، امام زمان رو به حسینیه دعوت کنن، فاطمه زهرا رو به حسینیه دعوت کنن، همه عزادار امام حسین بشن. جزع میکنن. تویی والله واستعبر لذالک، اینقدر عشق میریزم حتی یرا اهلی اثر ذالک علی. زن و بچه حال منو پیدا میکنن، میفهمن که من برای امام حسین اینقدر منقلب شدم. فامتن اومنت تمام، دیگه نمیتونم غذا بخورم، دیگه نمیتونه غذا از گلوم پایین نمیره. حتی یستبین ذالک فی وجهی، اصلا رنگم عوض میشه، رنگم میپره، لاغر میشم، حالت بحرانی میشه. قال رحم الله دمعتک، خدا به یه اشکال رحم میکنه، خدا به یه اشکال عنایت میکنه. اما انک من الذین یؤدون من فی اهل الجزع لنا، جز به اونایی که برای ما جزع میکنن